سلام به همه شما دوستان عزیز. به اولین قسمت پادکست 40 کلاغ خوش اومدید. اینجا قراره بشینیم دور هم و درباره مسائل روزمره‌ای صحبت کنیم که شاید توی زندگی هممون تأثیر گذاشته باشه. چیزایی که توی خیابون، خونه، دانشگاه یا حتی توی گوشیامون باهاش روبرو میشیم. پادکست 40 کلاغ قراره جایی باشه برای حرفای بی‌تعارف و واقعی. قراره با مهمون‌هایی از نسل خودمون صحبت کنیم و از دغدغه‌هاشون بپرسیم و بفهمیم پشت هر 40 کلاغی که شنیدیم واقعاً چند تا حقیقت بوده. امروز اینجا هستم تا اول یه تست بزنم و دوم بهتون بگم چرا این پادکست رو شروع کردم. راستش فکر میکنم ما جوانها بیشتر از هر زمان دیگه این نیاز داریم که شنیده بشیم. این پادکست با همین هدف ساخته شده. و در آخر اگر این اپیزود رو میشنوین و نظر، ایده یا پیشنهادی دارین حتما با هم در میون بذارین. تا اپیزود بعد و اولین گفتگوی رسمی مراقب خودتون باشین.